به نام خدا. سلام دوستان، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. روز 608 یا 9 جنگ روسیه و اوکراینه. من به این دلیل دقیق نمیگم روزش رو، به خاطر اینکه آپدیت اخبار معمولا برای یک روز قبله و از این جهت هست. امروز میخوام حالا به صورت خیلی مختصر 3 تا 4 نقطه از در واقع مناطق جنگی و اون منطقه‌ای که درگیری هست، آتشبار منتقل میشه بین روسیه و اوکراین رو با هم خیلی کوتاه مختصر بررسی بکنیم و بعد بریم در واقع سراغ چند تا خبر مرتبط با وقایع جنگ روسیه و اوکراین و همینطور بین الملل. اولین نقطه‌ای که میخوام خدمتتون نشون بدم در منطقه شمال شرقی اوکراین، دقیقا نزدیک به خارکیف، منطقه کوپیانسک هست. این منطقه دوستان، روسیه در اوایل جنگ خب از سمت شمال نزدیک به کیف، این مناطق از سمت شمال اوکراین و از سمت شرق در واقع تهاجم خودش رو، اون عملیات ویژه‌ای که نامگذاری کرد رو به سمت اوکراین شروع کرد. ولی توافقاتی که در کیف صورت گرفت با روسیه مبنی بر اینکه کیف رو تخلیه کنن، یعنی در واقع روسیه نیروهاش رو از این منطقه خارج بکنه و مذاکرات ادامه پیدا بکنه، نیروهای روسیه از منطقه شمال و کیف نیروهاشون رو به عقب روندن. ولی خب بالاخره غربیه دیگه، زلنسکی بدعهدی کرد و در واقع اون ادامه مذاکرات انجام نشد. در هر صورت خواستم بگم که سوالی که تو ذهنم بود این بود که چرا تو منطقه این قسمت، یعنی شمال شرقی اوکراین که کوپیانسک میشه و تجمع نیروها همینطور که میبینید در خط شرقی به مراتب زیادتره. یعنی توجهتون رو به این نکته جلب میکنم. ببینید در این قسمت از خط جنگی که حدود 300 کیلومتره، خب تجمع نیروها به مراتب چندین برابر در مقایسه با این منطقه جنوبی اوکراین در واقع هست که منطقه درگیری هست. دلایلش دلایل متعددی هم داره. یکی از دلایلش برمیگرده به این رودخانه دنیپرو که از اینجا میاد و وارد دریای سیاه میشه و این رودخانه دنیپرو به عنوان یک دریای دنیپرو میشه گفت دیگه، چون ما تو برنامه‌های قبلی عرض این رودخانه رو براتون حساب کردیم که بودن بالای 10 کیلومتره و این خودش یه مانع طبیعیه که خب آرایش نیروهای نظامی روسیه و خود اوکراین در این منطقه و این مناطق بیشتر باشه. خب پس با توجه به این دو مورد، ما سوال اصلی که میخوایم در واقع جواب بدیم این هست که چرا در این مناطق، مخصوصا در این قسمت شرقی که منطقه نزدیک به خارکیف هست، کوپیانسک هست، در واقع همون مناطق ایزیوم و لیمن هست که اوایل جنگ خیلی در واقع درگیری اونجا شدید بود، چرا روسیه در این مناطق موفق به پیشروی نمیشه یا اصلا آیا برنامه‌ای برای پیشروی داره یا نداره و تراکم نیروهای روسیه در این مناطق خب گواه چه چیزیه؟ ما برای اینکه به این سوال جواب بدیم خب دلایل متعددی وجود داره. مثلا بخوایم بگیم که حالا نه طرفداری هست، خب چند تا دلیل داره واقعا. یکی اینکه واقعا نمیتونه پیشروی بکنه، بالاخره اوکراین هم در این منطقه نیروهایی رو مستقر کرده و از اون پتانسیل تسلیحات غربی هم داره استفاده میکنه. حالا چند موردش رو تو همین برنامه اشاره میکنیم. یکی از دلایل دیگه‌اش هم این میتونه باشه که روسیه برنامه‌ای برای چنین پیشروی نداره و صرفا میخواد که حدود 18-20% که تصرف کرده رو نگه داره و فشار بیاره به غرب و خود اوکراین. و دلایل دیگه‌ای هم میتونه باشه، صرفا اینکه نخواهیم بگیم طرفداری از روسیه بکنیم یا اوکراین. دلایل متعدده، هم از جهت اوکراینی ها هم از جهت روسی ها. ولی اینجا یه پتانسیل روسیه وجود داره که بخواد باز پیشروی بکنه، جوابش آره هست و میتونیم حتی مثلا این استدلال رو بکنیم که یکی از دلایلی که روسیه در این مناطق تراکم نیروهاش بیشتر از منطقه جنوبی هست، یکی ترس از پاتک و ضد حمله هایی هست که اوکراینی ها میتونن در این قسمت
ایجاد بکنن و یکی هم میتونه به نوع یک تثبیت استحکامات، اون استقرار نیروها و اون ایجاد کردن شرایطی باشه که اگر قرار باشه پیشروی مجدد صورت بگیره، مخصوصا با اتفاقاتی که در غزه افتاده و تمرکز دنیای غرب و ناتو از اوکراین به سمت اسرائیل در واقع شیفت داده، رفته تمرکز اونور، اگر چنین باشه میتونیم این استنباط رو بکنیم که روسیه با آماده سازی تعداد زیادی نیرو در جبهه‌های شرقی و جنوب شرقی، اگر قرار باشه برنامه‌ای داشته باشه، میتونه تا نزدیک تا خارکیف، یعنی توی این مناطق هم پیشروی داشته باشه تا اینجا. خب اگر بخواد، و همینطور منطقه اودسا رو میتونه پیشروی بکنه و تا این مناطق حضور داشته باشه اگر برنامه‌ای باشه. حالا صرفا با این کار نداریم، برگردیم روی نقشه. من میخواستم بریم در واقع جزئیات رو بیشتر با هم بررسی بکنیم. قصدم این هست که 3 تا 4 نقطه رو با هم بررسی بکنیم. کوپیانس هست، منطقه باخموت هست، همینطور منطقه‌ای در قسمت جنوبی نزدیک به در واقع زاپاروژیا هست و منطقه خرسون بین خرسون و کاخوفکا که ببینیم چه اتفاقات تو این خط جنگی داره میفته. کلا میخوام آپدیت بکنیم اطلاعاتمون رو در مورد شرایط جنگ. من اومدم این نقطه رو بررسی کردم. خب ببینید این نقشه اینجوری هم نیست که من صرفا استناد بکنم روی این نقشه. ببین اخبار هم طرف روسی هم طرف اوکراینی اخبار رو منتشر میکنن، ولی کلیت خبر خیلی فرقی نداره، تو جزئیات با هم فرق داره. به خاطر این اون چیزی که من حالا با بررسی اخبار طرفین متوجه شدم و همینطور این نقشه رو شما دقت بکنید، یک حالت دیفالت داره، یک حالت توپوگرافیک داره و یک حالت ستلایتی داره، یعنی ماهواره‌ای، که این هم هر سه حالت رو در واقع ما بررسی کنیم. الان این حالتی که من انتخاب کردم روی حالت توپوگرافیک. ببینید اگر من روی منطقه کوپیانسک که یک شهر بسیار مهمه و در این نقطه قرار داره و یک چهارراه جاده‌ای هم داره به این صورت، خب یک شهر استراتژیکه به نظر من در این جغرافیا، نه در جغرافیای کل اوکراین، در این جغرافیای محدود منظورم. من وقتی میام جزئیات توپوگرافیک منطقه رو بررسی میکنم روی نقشه ستلایت، یعنی اگر من بخوام بیام مثلا روی نقشه ماهواره‌ای، خب بذارید دقیق جاشو براتون پیدا کنم از طریق اینجا، تقریبا اینجا میشه، حفظ کردم این مناطق رو. کوپیانسک اینجاست، این قسمت. خب ببینید دقیق بیاییم روی این نقطه که میخوام در موردش با هم صحبت کنیم. بله همین قسمت، اینجا دقیقا همین قسمته، دیورینیا که در واقع اینجاست. خب اون چیزی که تو نقشه توپوگرافی مشخصه و من میخوام خدمت شما نشون بدم این قسمت. ببینید اینا رو، این دقیقا این چیزی که اینجا دارم میکشم و از حاشیه این رودخونه داره عبور میکنه، من روی این نقشه جغرافیایی ستلایت هم نشونتون میدم. اینها دقیقا این چیزایی که میبینید اینا همه ارتفاعاتیه که نه خیلی مرتفع، مثلا بخوایم بگیم چند هزار متر مثلا کوه هست، رشته کوه هست. این مناطق کشاورزیه ولی این ارتفاعات هم وجود داره و حتی دقت بکنید مثلا من با رنگ آبی نشون میدم، دقیقا این مناطق ارتفاعات نداره. ببینید مثلا اینجاها رو دارم میکشم، این قسمتی که هاشور میزنم هیچ ارتفاعاتی توپوگرافی نشون نمیده. خب این قسمت ها، بنابراین یکی از دلایلی که میتونه بشمریم بر اینکه چرا نیروهای روسی موفق نمیشن یا نمیخوان کاری نداریم، این هست که استقرار نیروهای اوکراینی در این ارتفاعات
خب و وجود یک سری از موانع مثل این رودخونه بزرگ در این منطقه مانع از این میشه که نیروهای روسی موفق بشن در این مناطق پیشروی داشته باشن. ببینید این برمیگرده به پیشینه چند ماه قبل یعنی من این نقطه رو از چند ماه قبل زیر نظر دارم، اخبارش رو چک میکنم، ولی تحرکات خیلی زیادی رخ نمیده. هرچند که تمایل روسیه رو برای رسیدن به کوپیانسک میبینم به عنوان یک شهر کریدوری و خیلی مهم، خب هم به لحاظ جذب نیرو، چون این شهرها پر جمعیت هستن، شهرهایی که در حاشیه رودخونه ها هستن، نیروهای سربازای اوکراینی منظورمه، ولی اتفاق خاصی نمیفته به خاطر به نظرم وجود این ارتفاعات هست که میتونم اون رو روی نقشه توپوگرافیک هم خدمتتون نشون بدم. ببینید من اگر بخوام از حالت تریدی نشون بدم و مثلا بیاریم اینو بندازیم اینجا، الان دقیقا این نقطه رو ببینید. این قسمت همون جاییه که نیروهای روسی وجود داره، این مناطق مسطح، این قسمت ها. خب و اینجا ما یه تپه ای رو میبینیم، اینی که الان کسی که عکس رو گرفته از روی این تپه گرفته. این قسمت اینجا محل حضور نیروهای اوکراینی هست و اینجا نیروهای روسی هستن. وجود همین تپه کوتاه 10 متر 20 متر 30 متر یک مانع اصلی هست برای جنگ‌های کلاسیک که مانع از پیشرویه، چون اشراف رو تو این منطقه نیروهای اوکراینی در اختیار دارن، با کمترین نیرو و کمترین توپخانه و کمترین پشتیبانی میتونن جلوی پیشروی نیروهای روسی رو تو این منطقه بگیرن. پس این نکته خیلی مهمیه و این رو اضافه کنید به در واقع اون دلایلی که خب به لحاظ سیاسی نظامی گفتیم و شمردیم. ممکن است روسیه برنامه این نداشته باشه که بخواد پیشروی بکنه. پس این از این منطقه. بیایم پایینتر تو منطقه باخموت هم خیلی من بررسی کردم، درگیری های خیلی مهمی پیش نیومده و نیروها میشه گفت به نوعی به ثبات رسیدن، یعنی قفل نظامی اینجا ایجاد شده که جنگ نه جلو میره نه عقب میره، یعنی انگار مثلا جنگ خسته شدن، انگار مثلا دیگه شرایط اجازه پیشروی نمیده. تو جنگ معمولا اتفاقات دیده میشه. نکته مهم بعدی که میخوام بررسی کنیم منطقه آودیوکا هست که خب چند دقیقه میخوایم روش باز صحبت بکنیم. ببینید تاریخ بذارید اینو من بزرگتر بکنم که واضح تر دیده بشه. تاریخ نقشه ما الان 21 اکتبر، تقریبا همون 4-5 روز پیشه در واقع. خب امروز 26م اشتباه نکنم. من به صورتش خیلی غیر دقیق اینا رو میکشم که سریع وقتمون هم تلف نشه. ببینیم آیا تغییراتی در این منطقه صورت گرفته و روش یه مقدار صحبت کنیم. این مال چند روز پیشه. من تاریخ نقشه رو میارم به امروز 26م. ببینیم آیا نیروهای روسی یا اوکراینی موفق به پیشروی شدن یا نه. اگر شدن بریم جزئیات رو با هم بررسی بکنیم. حالا من مثلا بررسی میکنیم خیلی یه مقدار اینجا نیروهای روسی پیشروی کردن، خیلی جزئی. خب در این نقطه عقب نشینی داشتن و تغییراتی در اینجا شکل نگرفته مگر در این منطقه که میگم دلیلش رو. اینجا یه پیشروی خوبی نیروهای روسی انجام دادن. خب پس در منطقه آودیوکا، خود آودیوکا رو من اگر بخوام توضیح بدم، ببینید همین اتفاقی که تو منطقه کوپیانسک خدمتتون گفتم که نیروهای روسی قادر به پیشروی نیستن، اینجا هم یه اتفاق شبیه به اون هست. حالا چطور؟ ببینید در این نقطه یه منطقه از توپوگرافی، یه منطقه با ارتفاع بالاتر رو ما میبینیم، خب نسبت به پایین دست. به لحاظ اشرافی که اینجا نیروهای اوکراینی، هم این منطقه هم شهریه دیگه، کل این منطقه شهریه. حالا نشونتون میدم تو نقشه دیگه. به واسطه این ارتفاعات و بافت شهری که اینجا وجود داره، نیروهای روسی مثل باخموت، اتفاقی که برای باخموت با یک
در واقع موانع سنگین روبرو هستن که آودیفکا رو نمیتونن مثل باخمود، یعنی زمانبر هست تصرفش، بنابراین میان از در واقع تاکتیک قیچی استفاده میکنن که بتونن به نوعی نیروهای اوکراینی رو از این منطقه مجبور به عقب نشینی بکنن، چطور که تو باخموت هم چندین بار این اتفاق افتاد. حالا بریم روی در واقع نقشه جغرافیایی. من توپوگرافی این قسمت رو هم خدمت شما نشون بدم که ببینیم شباهت اون منطقه با کوپیانسک یکیه. خب اگر بتونم پیداش کنم، خب آودیوکا ببین ورودی دونسکه، این شهر بسیار بزرگ دونسک هست و اینجا آودیوکا هست. خب اون نقطه‌ای که من خدمت شما عرض کردم که نیروهای روسی از در واقع نمیتونن پیشرویشون رو بیشتر از این انجام بدن، دقیقاً پایین دست این دریاچه هست، اینجا این قسمت. من نقشه توپوگرافی اینجا رو بررسی کردم، دقیقاً اینجا. بذارید با چیز نشونتون بدم. خب ببینید دقیقاً این قسمت همون قسمتیه که ارتفاع این قسمت از این قسمت بیشتره. حالا 5 متر نیست، 10 متر، 20 متر. این اختلاف ارتفاع باعث میشه که نیروهای روسی در این منطقه زمینگیر بشن، هم از دفاع شهری که اینجا ایجاد شده، موانعی که اینجاها ایجاد شده، همینطور بحث اشراف نیروهای اوکراینی بر این منطقه به خاطر به واسطه وجود این توپوگرافی و این اختلاف ارتفاع و اشرافی که نیروهای اوکراینی تو این منطقه دارن، نیروهای روسی به سختی میتونن پیشروی بکنن، حتی با توپخانه شدید، با نیروی هوایی قوی این مقدار سخته. پس اینم از این نقطه. و خود شهر آودیوکا رو هم یه بررسی بکنیم به نظرم بد نمیشه. ببینید آودیوکا یه شهر خطیه که این محدوده‌ای که اینجا حالا به رنگ این محدوده‌ای که اینجا میبینید، این محدوده دونسکه، این قسمت. خب خود شهر آودیوکا دقت کنید یه شهر خطیه که میاد تا اینجاها، به این صورت. ما تو بحث‌های جغرافیاهای شهری، شهرها مدل‌ها و الگوهای مختلفی دارن. مثلا شهری مثل تبریز شهر خطیه، تهران خطی نیست. خب یعنی اختلاف داره. شهرها وقتی توسعه پیدا میکنن با توجه به اون توپوگرافی اطراف، کوههای اطراف، شرایط آب و هواییش، شکل توسعه‌اش با هم فرق داره. آودیوکا برخلاف دونسک یک شهر مستطیل و مربعی هست، یک شهر خطیه و در واقع محل چیزی که نیروهای روسی دارن پیشروی میخوان انجام بدن در واقع از این نقطه میخوان یعنی تو این نقطه هستن که اون ارتفاعات رو، اون توپوگرافی ارتفاعات رو اینجا داریم. و روسیه ببینید عملاً بخواد از داخل شهر، یعنی این مسیر رو طی کنه، تصرف بکنه بیاد تا برسه به ایستگاه راهن آودیوکا، خب کار خیلی سختیه و اصلا عقلانی نیست تو بحث‌های نظامی. بهتر هست که همون فرایند قیچی کردن رو انجام بده، یعنی بیاد کریدورها رو از پهلوها کات کنه، شریان‌هایی که پشتیبانی و لوجستیک رو به منطقه آودیوکا برای ارتش اوکراین میرسونه رو کات بکنه در این مناطق مثلا، خب و بتونه باز اون بحث اجبار در عقب نشینی رو برای نیروهای اوکراینی فراهم بکنه، چون اون تاکتیک نظامی همه جام هست، خیلی هم جواب میده. اینو تو بحث غزه هم ممکنه حتی نیروهای حماس انجام بدن. نکته دیگه‌ای که در مورد خود آودیوکا هست، بحث راه آهن. 2 تا کریدور اصلی داره، خب که من بذارید نقشه رو یه مقدار کوچیک‌تر بکنم که بتونم این رو کامل نشون بدم. ایستگاه راه آهن آودیوکا جزو ایستگاه‌های مهمیه. یکی از کریدورها، حالا دقیق نمیدونم ولی مسیرش این راه آهنه هست، کریدوری که خب خیلی مهمه و میتونه لوجستیک و پشتیبانی رو برای آودیوکا فراهم بکنه. یک مورد هم این جاده هست. حالا این جاده های اصلی هست، جاده های فرعی هم در این منطقه وجود داره که میبینید اینها جاده های فرعیه که در داخل این منطقه وجود. ما تو بحث باخموت جاده مرگ جاده خاکی بود، یعنی از وسط مزارع کشاورزی رد میشد و
حتی من فیلم هایی رو نشون دادم که لوجستیک و پشتیبانی و تامین نیرو و اون مواد مورد نیاز رو از طریق اون جاده خاکی که معروف به جاده مرگ هم شده بود، البته اوکراینیا بهش جاده حیات میگفتن، روسیه بهش جاده مرگ میگفتن، چون روسیه دائما اون جاده رو زیر توپخانه، زیر بمباران گذاشته بودن و هر جنبنده‌ای که تو اون جاده حرکت میکرد رو منهدم میکرد. پس بحث جاده ها و در واقع کریدورها خیلی مهمه تو اینکه یک شهری مثل باخموت یا آودیوکا سقوط بکنه، خیلی اهمیت داره. حالا بریم روی دیپ استیت، جزئیات خود آودیوکا رو با هم بررسی بکنیم. ما تو اون نقشه گفتیم که یه دونه راه آهن هست که این هست، دقیقا از این قسمت عبور میکنه، این راه آهنه. یه دونه جاده هم اینجا بوده و برخی جاده های فرعی که در واقع تو این مسیرها هستن که خب واضح هست، دیده میشه. حالا بذارید اینا رو من پاک کنم به خاطر اینکه راحت‌تر بتونیم بررسی بکنیم. من با این نقطه اینو اول توضیح بدم. دوستان ببینید اینجا نیروهای روسی یه مقدار پیشروی در این منطقه میکنن. هدف این جاده هست. خب شاید براتون سوال باشه خب روسیه میتونه به کمک مثلا توپخانه، به کمک تسلیحاتش این جاده رو دائما زیر رصد داشته باشه و بزنه. درسته این هست، ولی 100% نمیتونه پوشش بده. هزینه ها خیلی زیاده، بحث نیروی انسانی میخواد. باید در واقع پیشروی بکنن که روحیه نظامی های هر دو طرف اینجا مهمه. شما نمیتونید بگی که مثلا من دائما بمباران کنم. بمباران به هیچ وجه جواب نمیده. آیا تو غزه جواب میده؟ نمیده. پس اینجا هم شبیه به اونه. بنابراین لازم هست که تصرف سرزمینی صورت بگیره، کریدورها اشغال بشه تا در واقع تثبیت سرزمینی توی این مناطق رخ بده، همونطور که توی این مناطق رخ داده. بنابراین متغیرهای خیلی زیادی وجود داره. پس توی این منطقه روسیه پیشروی میکنه به هدف گرفتن این جاده یا از کار انداختن این جاده تا مثلا در این مناطق. خب ولی در منطقه شمال آودیوکا این قسمت ما دیدیم که روسیه موفق شده تقریبا از این نقطه بیاد برسه به این نقطه، یعنی این قسمت رو تصرف کنه. حالا اینجا چه چیزی مهمی هست؟ یکی خب همون موضوع راه آهن هست که نیروهای روسی هدفشون گرفتن این راه آهن و ایستگاه راه آهنی بوده که اینجا وجود داشته. استپو اینجا یه ایستگاه راه آهنی هست. خب پس یکی از اهدافشون این میتونسته باشه که محقق شده. و یک چیز خیلی جزئی تری هم هست که باز تو بحث توپوگرافی اهمیت خیلی زیادی. ما توپوگرافی رو که اینجا به نفع نیروهای اوکراینی بوده بررسی کردیم، گفتیم مانع از این میشه که نیروهای روسی از این منطقه بتونن پیشروی بکنن، ولی همین برای نیروهای روسی هم هست. نیروهای روسی به محض اینکه ارتفاعی رو میگیرن، اشراف پیدا میکنن، کارشون راحت تر میشه. حالا این اتفاق برای روسیه توی این منطقه افتاده، یعنی در جنوب شرقی این منطقه که اینجا میشه یه دونه. من این توپوگرافی کوچیک رو این که اینجا هست بذارید پاک کنم دوباره نشون بدم، یه بزرگش کنم. ببینید این نکات خیلی مهمه. اینجا یه دونه حالتی هست، این یه تپه مانندی معروف به تپه خاکستر. خب که من این رو روی نقشه چیز هم بهتون نشون میدم که ببینید چقدر جزئیات در واقع مهمه. ببینید اینجا اون چیزی که حالا ممکنه هم دستساز باشه ها، یعنی فعالیت بشری باشه، اینه. بذارید رنگش رو عوض کنم. اینجا یه تپه هست به نام تپه خاکستر. اینجا هم ایستگاه راه آهنه، این هم خود راه آهنه که داره میره به سمت بالا. پس روس‌ها موفق شدن در طول یکی دو روز گذشته این تپه رو اشغال بکنن و اینجا نه همه، حالا من تو منابع هم خوندم، بریم روی نقشه رو بزرگتر بکنم دقیق‌تر ببینیم. این تپه هست. من اتفاقا اولش فکر کردم یه معدن روبازه که به صورت گودی هست، ولی وقتی نقشه رو چک کردم بذارید من میتونم بیارم تصویر این منطقه رو. بفرما بیار یه عکسی چیزی باید به ما بده. صبر کنید ببینم اینجا میتونم عکسش رو پیدا کنم. لحظه
چون مهمه میخوام اینو نشونتون بدم. عکسی گرفته بودم ولی متاسفانه الان نرم افزار عکس به من نمیده. چرا؟ فوتوشیر اینم چرا نمیپذیرم. حالا تریدیشه. ببینید این یه تپه ای هست. بذارید من یه مقدار کوچیک‌ترش کنم. ببینید تودیش اینه، تو تریدی مشخصه که اینجا یه تپه ای هست. طبق اخباری که من در واقع بررسی کردم نیروهای روسی موفق شدن بیان روی این تپه. این همون راه آهنه هست. وقتی شما بیای روی این تپه، حالا ممکنه این تپه حدوداً مثلا 10 متر باشه، 15 متر باشه، هر چیزی، ولی با توجه به اطراف که یک منطقه وسیع و بازی هست، استقرار نیروهای روسی در این تپه میتونه کمکش زیادی بکنه به اشراف روی این منطقه، حتی روی این راه آهن که این قسمت هست. خب و اتفاقی تو آودیفکا افتاده اینه. پس این نکات خیلی مهمه و به نظرم کافیه. خب همین. و این بریم روی این دقیقا اینجا قرار داره. پس روسیه تو این منطقه به دنبال همون بحث قیچی کردن توی منطقه آودیفکا هست که بتونه نیروهای اوکراین رو به عقب برونه. همین. بریم روی منطقه بعدی هم این مقدار صحبت بکنیم، برنامه‌مون خیلی طولانی نشه. در طول این مناطق خیلی تحرکات خیلی کمی صورت گرفته، حتی مثلا اینجایی که تراکم نیروهای روسی زیاده و باز منطقه اورخیف که تو برنامه قبلی خدمتتون گفتیم، یه تحرکاتی هم تو منطقه بین خرسون و نوواکوافوفکا که حالا سخت اسمش، این قسمت بذارید براتون نشون بدم. دقیقاً بین این قسمت و اینجا، دقیقاً این قسمت یه تحرکات دیده میشه. اون هم خیلی جزئیه. یه تغییراتی که اینجا شاید مثلا بتونم بهتون نشون بدم، دقیقاً تو این قسمت دقت بکنید. بذارید بزرگترش بکنم، این هم پاکش کنیم. شما به آرایش نیروهای نظامی روسیه توی منطقه دقت بکنید. این الان من نقشه رو نمیتونم برگردونم. خب ببینید 23 درست کنیم. خب 20 برگرد. این آرایش نیروهای نظامی رو اینجا دقت بکنید. یکی در این منطقه هست، یکی در این منطقه و یکی در این منطقه. نیروهای اوکراینی هم از روی این پل دارن حرکت میکنن. حالا نمیاد مثلا بخوای بیاد اینجا، ولی یه نکته‌ای که هست، شما اینجا دقت بکنید، از اینجا به این ور کلا آبه، یعنی رودخونه به شکلیه که پر از آبه، یعنی امکان حرکت نیرو وجود نداره. ولی از این نقطه به بعد بستر رودخونه یک حالت خشکی و جزیره هست که امکان این رو داره که نیروهای روسی بخوام وارد بشن یا نیروهای اوکراینی هم بتونن بیان پاتک بزنن برگردن. اتفاقی که تو غزه هم افتاده، تو برنامه‌های بعدی خدمتتون میگم. خب پس این نقاط رو در نظر بگیرید. حضور نیروهای روسی رو تو این منطقه و اینجا. حالا تاریخ نقشه رو ما بیاریم به امروز. ببینید از این، خب این سر جاش مونده. این حالا تیپ هست، هرچی هست، یگان رزمی پیاده هست یا زرهی هست هرچی، ولی این دوتا نیرو عقب نشینی کردن و یک نیرو هم اینجا اضافه شده. حالا ممکنه از این قسمت به اینجا اضافه شده. چرا؟ دلیلش این هست که طبق اخبار نیروهای اوکراینی از طریق این پل ها وارد این قسمت دنیپر جنوبی میشن، یا در این قسمت ها خب پاتک میزنن، یا از طریق سامانه‌های پدافندی منطقه رو زیر آتش میگیرن و نیروهای روسی به عقب کشیده میشن. وقتی دوباره توسط نیروهای روسی جواب داده میشه، دوباره میان تو این خط مرزی مستقر میشن. برای نیروهای اوکراینی هم همین قضیه صادق هست. اون چیزی که در جنوب نزدیک به خرسون داره اتفاق میفته، یه چنین حالتی هست و پیشروی سرزمینی رخ نمیده، چه از طرف اوکراین چه از طرف روسیه، ولی توسط سامانه‌های در واقع حالا توپخانه انواع مختلف سازمان نظامی
ما میبینیم که نیروها عقب و جلو میشن، تحرک نشون میدن. تا همین حد کافیه به نظرم. امیدوارم که تونسته باشم یه توضیحاتی در مورد خود شرایط جنگی خدمتتون عرض بکنم. بریم روی تلگرام، یه چند تا خبر هم من به صورت کلی بهتون بگم و برنامه رو تموم کنیم. اولین خبر اینه که اسرائیل unhappy with Russian stands on Gaza war. اسرائیلی در واقع ناراحت اینه که روسیه در کنار غزه ایستاده و حماس ایستاده و از اونها حمایت میکنه. ببینید معادلات جهانی دیگه مثل 2 سال قبل نیست. شاید اوایل جنگ روسیه و اوکراین یادتون باشه اسرائیل به نوعی حالا نشون میداد که میخواد هوای روسیه رو داشته باشه، از دادن سامانهایی مثل آیرون دام یا گنبد آهنین به اوکراین خودداری کرد. حالا دلایلش گفت ایران ممکنه به دست ایرانیان بیفته، ولی الان دیگه 2 سال پیش نیست، الان 1 سال پیش هم نیست. الان شرایط جهان دو بلوکی شده، شرق و غربی شده، با بازیگرای اصلی وارد شدن تو منطقه مدیترانه و غزه و قطعا بعد از این هم بین روسیه و اسرائیل نه تنها هیچ اتفاق خوبی نمیفته بلکه بدتر هم میشه و به نوعی تنازع و کاملا مخالف هم قرار خواهند گرفت. یه دونه ویدئویی هم هست که الان این صدای اینو بذارید پخش بشه. این بهترین ویدئویی که من در طول 2 سال قبل از ژران دو دیدم اینجا دقیقا به تصویر اون پهپادی که حالا شاهد صدشی خیلی به وضوح دیده میشه و با اون صدای موتورگازیش داره به سمت هدفی که براش تعیین شده. خبر بعدی هم در مورد انهدام یک حالا تانک از چی هست دقیق مشخص نیست اینجا، توسط لنست پهپاد انتحاری لنست. توضیحاتش خیلی جالب. در توضیحاتی که آورده گفته که روسیه اومده تغییراتی رو در این پهپاد ایجاد کرده که این پهپاد قبلا این بود که از روی لانچری پرتاب میشد و خدمه اون لانچر باید اونجا می‌بودن تا این پهپاد رو هدایت می‌کنن به سمت هدفی که داره. خب ولی توضیحات جدیدش آورده که روسیه رو تغییراتی روی این پهپاد لنست ایجاد کرده که دیگه نیاز به این کار نیست. این پهپاد خودکار عمل میکنه. مثالی هم که زده مثل موشک‌های هوا به زمین بوده، یعنی قفل میکنه روی هدف و بدون اینکه خدمه در واقع اون لانچره روش کنترل داشته باشن این میره و هدفش رو مورد اصابت قرار میده. که تو توضیحاتش اومده گفته که حتی این پهپاد لنست موفق شده این سامانه RM-70 ومپایر راکت انداز 122 میلیمتریه خب که ساخت کشور جمهوری چکه و هم خیلی سامانه بسیار پرقدرتیه. 40 تا راکت آماده پرتاب داره لانچرش، اینجا تو از تصویر هم میبینید، و 40 تای دیگه روی در واقع به راکتی که اون پشتش هست آماده جایگزینی. یعنی همزمان این در واقع این راکت انداز 80 تا راکت آماده شلیک داره. حالا من توضیحاتش رو داشتم میخوندم، جالب بود. این لنست جدید با تغییراتی که روش انجام موفق شده این سامانه رو بزنه. چرا مهمه این قضیه؟ میای وقت توضیحات این سامانه راکت انداز ساخت کشور چک رو میبینی، اینجا نوشته که این سامانه خب بذارید اینجا دقیقا توضیحاتش، این سامانه 2.5 دقیقه طول میکشه آماده بشه، روشن بشه، در واقع بیاد بالا، به قول خودمون آماده پرتاب باشه. بعد جالبه تو 30 ثانیه بعدی یعنی 2.5 دقیقه کلا 3 دقیقه کل پروسه این راکت اندازه. خب تصویرش هم بیارم براتون که تصاویر دیگه ای هم داره اینجا. این سامانه 3 دقیقه کل فرایند آماده‌سازی شلیکشه که 2.5 دقیقهش مربوط به آماده‌سازی خود راکت اندازه و تو 30 ثانیه موفق میشه 40 تا راکت پرتاب کنه. اکثرا برای
کوبیدن در واقع یه زیرساخت، یه تیپ، یه یگانی که اینجا مستقر شده پشت جبهه یا هر چیزی، از اینها استفاده میکنن. یا اگر مثلا تعداد زیادی تانک به خط دارن حرکت میکنن، از این سامانها استفاده میکنن که جمعی منهدم کنن راکت اندازه. این تو 30 ثانیه موفق بشه 40 تا راکت بندازه. چرا با لنست دارم اینو بررسی میکنم؟ تو توضیحات این گزارش اومده بود که لنست توش تغییراتی انجام دادن که وقتی قفل کرد میتونه بره اون سامانه رو پیدا کنه و بهش برخورد بکنه بدون اینکه دشمن متوجه بشه که لانچر لنست رو بزنه. و این راکت انداز از این جهت مهم بوده و تو مثالش آورده به این خاطر بوده که این راکت انداز زمان بین آماده سازی و شلیکش 3 دقیقه است. یعنی تو 3 دقیقه آماده میشه، 30 ثانیه 40 تا راکت میندازه و سریع میتونه جابجا بشه که مورد هدف قرار نگیره. خبر بعدی هم شوک کشورهای غربی از آزمایش‌های موشکی که روسیه داره انجام میده در بحث نظامی هسته‌ای راشیا لانچ یارس اینترنشنال بالستیک موشک بالستیک یارس رو تست کرده که میتونه در اون کلاک هسته‌ای هم بکنه. و چرا شوکه شدن غربی ها از این آزمایش‌های هسته‌ای و در اون موشک‌های بالستیک با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای؟ به خاطر اینکه توی بحث نیروهای تو تقریبا هفته پیش 3 ماه 4 ماه پیش بود که روسیه از این پیمان خارج شد و بدون اطلاع آمریکا این تست انجام داده و این ترس و وحشت رو برای جهان غرب به بار آورده و واقعا هم ترسناک است. موضوع بعدی بحث باز ژئوپلیتیک و استراتژیکه. بحث اینه که چین و روسیه به مشترکاً چیز قطعنامه پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا رو وتو کردن. دلیلش هم اینه که چینی‌ها اعلام کردن که تو این قطعنامه، تو این پیشنویس، اسرائیل محکوم نشده به عنوان یک کشور اشغالگر و چینی‌ها اعلام کردن که The American Draft، خب اینجا پایینش اعلام کردن که ما به قطعنامه روسیه، به پیشنویس قطعنامه روسیه رأی مثبت میدیم. ببینید تحولات جهان خیلی سریع داره پیش میره و چین و روسیه تو سطح بین الملل تو اون بحث حقوقی خیلی خوب وارد شدن، یعنی قاطعانه دارن نقششون رو ایفا میکنن. و حتی روسیه چرا وتو کرد پیشنویس قطعنامه امریکا تو سازمان ملل رو؟ دلیلش این بود که ایران تو اون قطعنامه پیشنویس اومده بود که آمریکا آورده بود که ایران حامی حماسه، ایران حامی فلان، یعنی بدگویی از ایران تو پیشنویس اومده که با مخالفت روسیه این بند و این پاراگراف از پیشنویس حذف شده بود، ولی با این همه باز وتو شد. و این نشونه خوبیه دیگه، یعنی کشور شما به قدری قوی شده، به قدری مهم شده که قدرت‌هایی مثل چین و روسیه اینقدر سفت وایسادن، یعنی به عنوان متحد استراتژیک بهش نگاه میکنن. هرچند روابط اقتصادی ما با چین خیلی هنوز به اون حد نرسیده، استراتژیک نشده، ولی دلایل خاصی داره که حالا جاش باشه بهتون میگم. ویدئویی هم که اینجا مشاهده میکنید، من صداش رو ببندم، یک عملیات در واقع نظامی بوده که کماندوهای آمریکایی به اسرائیلی انجام دادن در مرز غزه که حالا تصاویرش میبینید. اومدن اون بوردری که دیروز شب تو برنامه گفتیم رو خراب کردن، یعنی اون دیواری که خودشون ساختن خراب کردن، رفتن تو غزه و برگشتن. و خب ویدیوش هم منتشر کردن، در واقع اینو تمرین بوده یا حالا هر چی، موفق نبوده، ولی یک اخباری اومد که بیشتر این کماندوهای آمریکایی و اسرائیلی که وارد غزه شده بودن قلقم شدن و مفتضحانه شکست خوردن و برگشتن اونها که زنده بودن. خبر بعدی مربوط میشه به بحث همون استفاده از مواد شیمیایی، گازهای شیمیایی، گازهای اعصاب تو تونل‌های غزه که ما برنامه دیشبمون در تونل‌های غزه بود و در این مورد مفصل صحبت کردیم. گفتم دارن خبر میسازن که بتونن از این استفاده کنن، چون راه دیگه‌ای واقعا وجود نداره و وجود اون
اسرای اسرائیل داخل تونل های غزه شاید مانع از این بشه، ولی اسرائیلی ها واقعا انسان های خوبی نیستن، ممکنه حتی اسرا رو نابود بکنن و این کار رو انجام بدن. در مورد بحث قطعنامه، پیشنهاد قطعنامه امریکا هم صحبت کردیم. نظرم امیدوارم که توضیحات به اندازه کافی بوده باشه و آرزوی موفقیت برای همه شما دارم. خدا نگهدار شما.